نتیجه دادن 3 سال کار تحقیقاتی یک شرکت دانش بنیان و تولید بسته ترمیم زخم. این بسته شامل پودر ترمیم، محلول ضد عفونی و پودر بندآورنده خون است. بسته ترمیم زخم با کمترین زمان درمان، حاصل 3 سال کار تحقیقاتی و علمی گروهی از فناوران در شرکتی دانش بنیان، محصولی پرکاربرد را در بخش پزشکی و درمانی به ثمر رسانده. درمان و ترمیم زخم‌های عمیق و حفره‌ای ناشی از زخم دیابت، زخم‌های بستر، زخم‌های سوختگی و زخم‌های بعد از عمل‌های جراحی است. این بسته دانش بنیان شامل پودر ترمیم زخم، محلول پاکسازی و ضد عفونی و پودر بندآورنده خونریزی است. در کنار هم دیگه سیکل مربوط به درمان و ترمیم زخم رو از ابتدا تا انتها مدیریت و ترمیم میکنه. ترمیم پوست با مهار میکروارگانیسم‌های مختلف و پیشگیری از عفونت در محل زخم یکی از ویژگی‌های این بسته است. تستایی که مربوط به در واقع عدم سمیت، عدم حساسیت، عدم تحریک هستن رو ما روی تستامون میگذاریم. آنطور که فناوران این شرکت دانش بنیان میگویند، کاهش زمان درمان و هزینه‌های بیمار، آسانی استفاده و ترمیم کیفی محل زخم بدون باقی ماندن کمترین اثر جراحت، مهمترین کارکردهای بسته ترمیم زخم است. روی افراد زیادی این محصولات تست کردیم تا از نظر کیفیت و اثر بخشی مناسبش روی زخم‌های مختلف اطمینان حاصل کنیم. محصول ما از نسل سوم فرمول محصولات ترمیم و بندآورندگی خونریزی در واقع داره پیروی میکنه و فرموله شده و به گونه‌ای هست که به عنوان محصولات قابل جذب استفاده میشه. تولید بومی بسته ترمیم زخم ضمن صرفه‌جویی ارزی میتواند کاهش واردات محصولات مشابه را هم به همراه داشته باشد. تا الان عمدتاً محصولات وارداتی این حوزه سالیانه بالغ بر 5 میلیون دلار ارزبری به همراه داشته. محصولات دانش بنیان ترمیم زخم حالا با تایید شیوه‌نامه‌های بهداشتی تولید تجاری سازی شده و در سبد درمانی کشور قرار گرفته. این محصولات در شرایط کلین روم در اتاق‌های تمیز 10,000 تولید میشن تا ما مجدداً بالاترین سطح اطمینان رو از شرایط تولید محصولات بتونیم داشته باشیم. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.